دوستان عزیز، مسجد زیبا رو می‌بینین با نمای دلکشش. بله ماشاءالله بگوین. ولی هدف ما از ثبت این کلیپ معرفی مسجد نیست. ما کمپاین زمستانی را آغاز کردیم و در اکثریت از ولایت افغانستان این کمپاین برا افتاده است. فامیلای نیازمند کمک و دستگیری میکنیم. برای هر خانواده نزدیک به 10,000 افغانی قرار دادیم. شما هم در این کمپاین با ما همراه شوین. از طریق های مختلف میتونین با ما تماس بگیرین. اگر این توانایی ندارین این کلیپ با دوستایتان شریک کنین. معمولا در کمپاین های زمستانی ما بست های مواد غذایی که شامل داده میشه شامل آرد، روغن، بوره، نخود، چای، لوبیا، بخاری و همچنان کمپل، البسه، یعنی منظورم جمپر است و بوت است، دستکش است و در کل چیزی که در زمستان فرزندکای نمی مرز و بوم و عزیزای ما و حتی بزرگسالا احساس سرما نکنند. ما در سال گذشته حتی در دورترین نقطه افغانستان که همان ولایت غور است و کمتر به یاد بنیادهای خیریه متاسفانه میفته، ما اونجا نیز بستای مواد غذایی را بردیم. اگر شما هم میخواین که در این کمپاین سهم بگیرین این کار مشاهده میکنین و السلام علیکم. و قبل از خداحافظی بگوین که این مسجد در کدام ولایت زیبای افغانستان است. أخلص الحب عمره وسحقا لذاك